یکی از 12 شاگرد یعنی توما که به معنی دوقلو است موقعی که عیسی آمد با آنها نبود. پس سایر شاگردان به او گفتند ما خداوند را دیده ایم. من تا جای میخا را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخا و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد. بعد از 8 روز وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند و توما هم با آنان بود، با وجود اینکه درها بسته بود، عیسی به درون آمد و در میان آنان ایستاد. سلام بر شما باد. انگشت خود را در زخم دستایم بگذار. دست خود را بر پهلوی من بگذار. دیگر بی ایمان نباش بلکه ایمان داشته باش. ای خداوند من و ای خدای من. آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیدند و ایمان میآورند. عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشد، ولی اینقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به وسیله نام او صاحب حیات جاودان